الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. بگاهی روزی عمر فاروق در در دست همراه ابن مسعود رضی الله عنه به کوچه برآمدند. آنها از دور روشنایی آتش را دیده به سمت آن روان شدند. از خانه روشنایی می برآمد. آنها داخل خانه شده مردی را دیدند که در مویش سفیدی افتاده است ولی در پیشش جام شراب دارد و در گوشه دیگر کنیزک سرود می خواند. عمر بن خطاب رضی الله عنه این منظره را دیده گفت: قبیحتر از این منظره که مرد پیران سال اجلش نزدیک با این گونه بیشرفی مشغول باشد هرگز ندیده بودم. آن مرد سرش را برداشته گفت: ای امیرالمؤمنین، کاری که تو انجام دادی قبیحتر است. از دنبال من تجسس کردی، حال آنکه خودت میگفتی که تجسس نکنید و بر ذم این به اجازت وارد خانه شدی. عمر بن خطاب گفت: راست گفتی. سپس از خانه برآمده از الم گریان شد و خود به خود می گفت: کاش عمر را مادرش از دست می داد. این چی کاری بود که تو کردی؟ آن مرد این کار گناه را پنهانی انجام می داد. اکنون باشد مرا عمر دید گفته به طور دائمی به گناه دست می زند. آن مرد گناهگار مجلس های عمر رضی الله عنه را چندین روز ترک کرد. باره او در مجلس حاضر شده در پایان مجلسگاه نشست. عمر رضی الله عنه او را دیده گفت: این مرد را به نزد من فرستید. او را به نزد عمر رضی الله عنه حاضر کردند. مرد ترسید که خلیفه او را میان مردم جزا داده شرمنده می سازد. عمر رضی الله عنه او را در پهلویش شناند و سرش را خم کرده به گوشش گفت: قسم به خدایی که محمد را رسول برحق قرار داده است، نه من و نه ابن مسعود آنچه را که دیدیم به کسی نگفته ایم. آن مرد دهانش را کلان کشاده گفت: ای امیرالمؤمنین، گوشت را به من نزدیک بنما. و با آواز پست در گوش عمر رضی الله عنه گفت: قسم به آن ذاتی که محمد را رسول برحق قرار داده است، من نیز دیگر بار به آن کار دست نزدم. عمر رضی الله عنه از خوشنودی با آواز بلند تکبیر می گفت. مردم تکبیر را شنیده همه با تعجب متوجه به عمر رضی الله عنه شدند، ولی سبب خوشحالی او را درک کرده نمی توانستند. يا زهور الروض ميلي، اسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميلي، اسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا.